یکی از اقدام‌های بی‌نظیر اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وابسته به برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، امکان داد که هزاران نفر نورسان و جوانان و کارمندان کسب و کار گوناگون اشعار و ایجادیات تألیفات شاعران و نویسندگان وطنی و خارجی را مطالعه کرده جهان معنوی خود را با غنی گردانند. اینک سال هفتم است که این آزمون با نفوذ در قلمرو کشور تشکیل و برگزار کرده می شود و علاقه بین جامعه محبوبیت خاصه را کسب کرده است. سنه 2 ینوری سال روان با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2025 به تصویب رسید. این آزمون با مقصد باز هم بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، دریافت چهره‌های نو در ساحه سخنوری و سخندانی، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی و انکشاف قابلیت ایجادی مردم، تحکیم احساس خودشناسی، غنی گردانیدن ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی، وسیع نمودن دایره زباندانی بین قشرهای گوناگون جامعه راه اندازی می‌گردد. ببینید، آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. میان آزمون ها، المپیاده ها، کانکورس هایی که در سطح جمهوری برگزار می گردد، نه تنها در سطح جمهوری بلکه در سطح منطقه، یکی از محبوب ترین آزمون ها در طول 7 سال برگزاری آزمون مذکور است. چگونه محبوب استیم؟ برای آنکه قشرهای گوناگون جامعه از خردسالا سر کرده تا سال سینی کلان سالها این آزمون به حکم عنعنه در آمده است. برای یک جامعه زیاده از 10 میلیون نفره رو به طور فعال کتابخوان کردن کاری آسان نیست، کاری سهل نیست. بنابراین طول همین 7 سال مشاهده ها از آن شهادت میدهند که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، به حکم عنعنه در آمده است. مردم راه کتابخانه را پیدا کردند، با کتابخانه عشق می‌ورزند، محبت پیدا کردند. دیگر سالهای اول برگزاری فقط به خاطر صاحب گردیدن مبلغی که برای جایهای افتخاری معین شده بود تلاش می‌کردند. اما بعد از 7 سال نتیجه گیری ما از مشاهده ها، از آن چیزی که در عمل می‌بینیم از شاگردان این است که تمام قشرهای بخش‌های جامعه درک کردند که یگانه راهی که انسانیت را به درخشانی، به روشن فکر، اندیشه، به زندگی پر از سعادت می‌رساند این خواندن کتاب است، خواندن کتاب است، خواندن کتاب. آزمون مذکور میان اهالی کشور از جمله خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان و خادمان علم، کلانسالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، کارمندان فرهنگ و صنعت و دیگر طبقه‌های اهالی کشور معروفیت پیدا کرده است. این از ذوق بلند کتابخوانی ملت تاجیک و دارای تاریخ و مدنیت والای آن شهادت می‌دهد. سال 2024 از ولایت سوخت در دور نهایی آزمون 126 داوطلب شرکت ورزیدند. در نتیجه از ولایت سوخت 29 نفر جای نمایان را اشغال کردند. از جمله 5 نفر سزاوار جای یکم، 11 نفر جای دوم و 13 نفر جای سوم گردیدند. دور ولایتی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. امسال در کتابخانه عمومی به نام تاشخوجه اسیری برگزار گردید. مراسم افتتاح آن با اشتراک مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، نمایندگان وزارت معارف و علم، هیئت حکمان، اشتراکچیان آزمون و پدر و مادران آنها دایر کرده شد. باعث ذکر است که شروع از ماه مارس سال جاری دور اول آزمون در همه شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار کرده شده. غالبان دور دوم امروز در دور سوم دانش و مهارت خود را می‌سنجند. امسال نیز آزمون مذکور شروع از ماه مارس سال جاری دور اول آزمون در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی مرکزی شهر و دهات ها تشکیل و برگزار کرده شد. در دور اول آزمون
زیاده از 70,000 داوطلبان اشتراک نمودند. از این شماره به دور دوم آزمون 19,777 نفر را خط گرفتند. دور دوم آزمون با اشتراک غالبان دور یکم نیمه اول ماه می در مرکزی شهر و ناحیه‌های ولایت تشکیل و برگزار کرده شد. امروز باشه دور ولایتی آزمون در کتابخانه عمومی به نام تاشخواجه اسیری با اشتراک غالبان دور دوم آزمون برگزار گردیده ایستاده است. آزمون دوام شروع از 11 اوگوست تا 21 به نقشه گرفته شده است. در دور ولایتی آزمون اشتراک 1114 نفر در نظر است. نسبت به سال گذشته در آزمون در نظامنامه آزمون یک چند تغییرات ها وارد کرده شد. نومیناسیون های ایجاد نظم و ایجاد نثر از نظامنامه گرفته شد. امسال آزمون از روی 4 نومیناسیون ادبیات کودکان و نوارسان و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیکی تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک و ادبیات جهان برگزار کرده می شود. شماره اشتراکچیان البته سال از سال زیاد گردیده ایستاده است. امسال با امر جناب عالی مبلغ آزمون 100% زیاد گردید که این نیز برای شوقمند و هوسمندگردانی اهل جامعه مساعدت خواهد نمود. برای در سطح ضروری گذشتن دور سیوم آزمون در کتابخانه تمام شرایط ها فراهم آورده شده است. برای 4 نومیناسیون 4 تالار مجهز آماده کرده شده. رفت برگزاری آزمون پره طریق دستگاه‌های نواربرداری ثبت کرده می شوند. در روز اول خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شرکت ورزیدند و از روی نومیناسیون‌های آزمون مهارت کتابدانی خویش را نمایش دادند. واقعاً آثار ادبیات کلاسیکی ما را بزرگان عالم شمول با ایجادیات خود در جهان معروف و مشهور کردند و امروز نیز در تمام عالم اثرهای آنها را مطالعه می کنند که این البته برای ما افتخاری بزرگ است. در حقیقت از بزرگان به ما نسل امروز آثار گرانبها باقی مانده است و راه اندازی گردیدن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. جهت من بعد نیز پا بر جا ماندن ادبیات تاجیک زمینی مستحکم می‌گذارد. شنیدن غزل ناب بزرگان کلاسیک از زبان شیرین دوسترویکان بسیار خوشایند است. زهی فزوده جمال تو زیب و آرا را، زهی فزوده جمال تو زیب و آرا را، شکسته سنبول زلف تو مشک سارا را، قسم بر آن دل آهن خرم که از سختی هزار طرح نهاده است سنگ خارا را، که از تو هیچ مروت طمع نمی دارم که کس ندیده زی سنگین دلان مدارا را، هزار بار خدا را شفیع می آرم ولی چی شد چو تو نشنوی خدا را، تو رودکی به غلام قبر اگر بکنی به بندگی نپسندد هزار دارا را. مهستی فیروزاده خواننده صنف یکم است و در آزمون از روی نومیناسیون آثار ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک دارد. او هنوز از سن 3 سالگی به کتابخوانی شروع کرده بود و در این آزمون او را مادرش راهنمایی می‌کند. شکری استقلال سرور میکنیم، شکری آبادی کشور میکنیم، شکری آن ذاتی که ما را هست کرد، شکری بوم و خانه و در میکنیم. دولتی ما دولتی صلح آفر است، دولتی آزاد در بحر و بر است، نیست اینجا از خزانی هیچ یاد، مثل جنت سبز و هم معطر است. کشورم ای کشوری آوازدار، شکری بیشی حضرتی پروردگار، با دلی سرشار زیشق و آرزو داده است اندر برد ما را قرار. من در اساس نظامنامه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نومیناسیون ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک می نمایم. من زیاده از 2000 مصرع شعرهای بچگانه
غزل‌ها از ادبیات کلاسیک تاجیک، شعرها از ادبیات معاصر تاجیک. یک داستان زیاده از 100 چیستان، زیاده از 100 ضرب المثل و مقالها، زیاده از 100 تیزگویک، 50 افسانه، 50 لطیفه، 50 حکایه از یاد نمودم. برای تشکیل این آزمون ها، برای زیباترین روزها، برای صلح و وحدت به جناب عالی رحمت. ملت ما در هر دور و زمان نوابسته از سردی و گرمی های تاریخ کتابخوان و کتاب آفر بوده، زندگی خیش را به کتاب تصور کرده نمی تواند و روزگار خیش را با مطالعه کتاب رنگ و بار معنوی می بخشد. اهمیت کتاب بخصوص در تربیه و تشکل شخصیت نسل نورس به نهایت بزرگ است. به این معنی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند که طبع و نشر کتاب و مسئله تبلیغ کتابخوانی توجه جدی طلب می کند. کتابخوانی جزئی مهم تربیت نسل نورس را باید اشغال کند. ولی ملت ما با کتاب و کتابخوانی ذکاوت و معرفتناکی خود در جهان متمدن مقام شایسته کسب کرده است. اشتراکچی دیگر عبدالاحد قهارف نیز کتاب را برای خود مونس و انیس و سرچشمه همه دانش‌های از خود کرده اش می داند. انیسی کنج تنهایی کتاب است، فروغی صبح دانایی کتاب است. کتاب یکی از نعمت‌های بزرگ دنیا می باشد. کتاب معلم بهترین و مصلحتگر انسان بوده، حیات و زندگی، کار و فعالیت و دانش نو را می آموزد. ما را با جهان هستی آشنا می سازد. مصلحت‌های عالمان و آثار کلاسیکان تا زمان ما توسط کتاب رسیده آمده است. خلاصه کتاب دوست وفادار و صادق و بی آزار می باشد. این اندیشه در شعر عبدالرحمن جامی چنین آمده است: اشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست. یک لحظه از او در گوشه تنهایی، صد راحتی از دور از آزاری نیست. بله، آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است میدان رقابت سالم ذهنی را میان گروه‌های گوناگون جامعه از جمله خوانندگان همه زینه‌های تحصیلات، آموزگاران، خادمان مؤسسه‌های فرهنگی و غیره را به میان آورد و در سمت بلند برداشتن دانش و ملکه و سطح جهانبینی آنها تکان جدی بخشیده است. آزمون مذکور همزمان ذوق کتابخوانی را میان قشرهای گوناگون جامعه بلند برداشته، توجه نورسان و جوانان را به کتاب و کتابخوانی و آموزش ادبیات بیشتر نموده است. شب در آمد عنبرین مویه بیاد آمد مرا، شم دیدم آتشین رویه بیاد آمد مرا. جلوه ای شمشاد دیدم بر لبی جو از نسیم، از خرام خد دل جویه بیاد آمد مرا. دوش در مجلس حدیثی اژدها می رفت و گنج، بر اوزار افتادگی سوی بیاد آمد مرا. آزمونی به مثل فروغ صبح دانایی کتاب است در حقیقت کتاب دوستداران را به هم آورد و امروز خود اشتراک داران که از مطالعه کتاب بهره بردند و همسالان خیش مطالعه آن را توصیه می دهند که کتاب را بیشتر خوانند و در زندگی راه خود را معین و آیندهشان را روشن سازند. مقصد از راه اندازی نمودن آزمون نیز همین بود، یعنی عمومی گردانی آزمون و بلند برداشتن معنویات جامعه. ببینید، جهانی معاصر، جهانی مدرن، جهانی پیشرفت علم و تکنیک است. یعنی جهانی پیشروی عقل هاست. عقل را چی رشد میدهد؟ خواندن کتاب، معلومات زیاد و آگاهی زیاد. برای همین هم مقصد آزمون در نظامنامه آزمون بسیار خوب درج گردیده است که برای به وسیع کردن جهانبینی قشرهای نه تنها کودکان، گوناگون جامعه، بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، کتاب دوستی و
اندیشمند کردن آنها در مجموع، یعنی در مجموع به یک زندگی پر از سعادت رسانیدن مردم است. امروز که روزی نخستین دور سیومی برگزاری آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است، از آن شهادت میدهند که بسیار با یک آمادگی جدی آمدند، مخصوصا میان خوانندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی. این چیز بسیار بر الله مشاهده می شود و صحبت هایی که در نزد این بنا کتابخانه به نام تاش خوجه اسیری داشتند، ما این چیز را بر اعلی احساس میکنیم و درک میکنیم و امید داریم که یک قسمی زیاد اینها پیروز میگردند و به دور چهارم یعنی دور جمهوریوی را خط خواهند گرفت. боиси зикр аст ки давраи вилоятии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст давоми 10 рӯз аз санаи 11 то 21 августи соли равон идома мекунад. аз натиҷаҳои он дар барномаҳои навбатӣ маълумот хоҳем дод.